سلام هم قبیله، خیلی خوشحالم که یه فایل فوق‌العاده دیگر رو قراره کنار همدیگه باشیم. توی این فایل قراره یاد بگیری چطوری به صورت انفجاری توی لحظه فرکانستو تغییر بدی و جاذب اتفاقات فوق‌العاده تو زندگیت باشی. تعجب نکن، چون کل زندگی ما رو و سرنوشت ما رو فرکانس هامون میسازه. انتخاب هایی که در هر لحظه داریم که چه فرکانسی به جهان هستی بفرستیم و جهان هستی بسیار هوشمند اون اتفاقات رو با همجنس فرکانس تو برات ارسال میکنه. فایلی که قرار گوش بدی طوری طراحی شده که در لحظه فرکانس تو رو عوض میکنه. لطفاً بارها و بارها برگرد به این تمرین، حداقل 1 بار در روز. مثل همیشه با هر حس و حالی که هستی، با هر گذشته و سن و حالی که الان داری، اصلاً مهم نیست. تو توانایی تغییر دادن زندگیت رو داری. یه نفس عمیق بکش، با یک لبخند قشنگ قلبت رو باز کن رو به این جملات و آرام با من تکرار کن. یه نفس عمیق دیگه، دم از بینی، مکس. درای قلبت رو باز کن. در این لحظه همه چیز کامله. در کل زندگی من فقط امروز حقیقت داره و در کل امروز فقط لحظه اکنون و من تنها حقیقت زندگی خودم هستم. من تنها حقیقت زندگی خودم هستم. من می درخشم و به خودم باور دارم. من می درخشم و به خودم باور دارم. من در هماهنگی کامل با کائنات هستم. حتی اگر به این جملات باور نداری، انقدر بگو تا باورشون کنی. هر چقدر که بیشتر بگی بیشتر باور میکنی. حسشون کن. من قلبم رو به تمام اتفاقات میگشایم، چون ایمان دارم که همه چیز به نفع من در حال جریان است. به به، همه چیز به نفع من در حال جریان است. میدونم هر اتفاقی که برام میفته خیره، چون خداوند من رو از هر کسی توی این دنیا بیشتر دوست داره. بیشتر دوست داره خوشحالی و شادی من رو ببینه. من در احاطه نور خداوند هستم که هیچ چیز منفی نمیتواند در آن رسوخ کند. فرکانس من همین الان در حال بالا رفتن است. حسش کن. من لایق خنده های از ته دل، اتفاقات عالی، برکت و فراوانی هستم. زندگی با من در صلح و آرامشه. زندگی با من در صلح و آرامشه. من همکنون هم ارتعاش شادی، رهایی، آرامش و عشق هستم و کاملا حسش میکنم. من لایق عشق و دوست داشته شدن هستم. سپاس برای همین لحظه که همه چیز هست. خدایا شکرت برای این لحظه. میدونم و ایمان دارم که هر آنچه که نیاز دارم رو همین الان دارم و هر آنچه که ندارم رو میدونم که الان بهش نیازی ندارم و ایمان دارم که در زمان و مکان مناسب به من داده خواهد شد. خدایا شکرت به خاطر هر آنچه که دادی و ندادی. خدایا شکرت برای آبی که می نوشم، برای این نفس، برای تپش‌های قلبم، برای این خاک قدم‌هایی که برمی دارم، برای سلامتیم، برای تک تک اعضای بدنم که بدون هیچ چشم داشتی هر روز به من خدمت می کنن. خدایا شکرت برای سلامتی، برای وجود عزیزانم، برای اینکه به من توان دادی که بتونم زندگیم رو تغییر بدم.
خدایا شکرت برای وجود در حال رشدم، برای نیتهای خوبم، قلب پاکم. خدایا شکرت برای هر مواد غذایی که الان داخل یخچالم دارم، برای سقف بالای سرم، برای همه چیز شکرت. امروز آگاهانه توجهم رو میبرم رو به داشته هام، هر آنچه که دارم، نه اون چیزهایی که به هر دلیلی ندارم، چون ایمان دارم و میدونم که هر آن چیزی که الان ندارم با رسیدن بهشون خوشحالی بیشتری رو کسب نمی کنم. امروز بیشتر سعی می کنم در لحظه حال باشم، بخندم، حس کنم، ببخشم، با تمام وجود به عزیزانم گوش دهم، درک کنم. خدایا دوستت دارم. امروز با انرژی صلح و دریافت برو و بتره کن. میدونم انتظارشو نداشتی، ولی با همین توجه، تغییر ساده توجه تو، زندگیت عوض میشه. درهای قلبت رو به تمام اتفاقات باز کن. هر آنچه که شد بگو من ایمان دارم که همه چیز به نفع من در حال جریانه. شاید الان ظاهراً شرایط اونجوری که دوست داشته باشم پیش نره، ولی میدونم آخر قصه خیلی قشنگه. من با قلبی باز، با قلبی پر از عشق میرم به استقبال امروز. خدایا شکر.